خلاصه تمام گپی است که انسان مسلمان، ما و شما درست است اگر یک بعضی کسا و دوستایی که مثلا درسای ما رو یا کلیپای ما رو در اروپا و در امریکا هستن و در دیگه جاها هستن و میبینن، درست است حالا وقت ما به نماز جمعه مییم، آیا یک نصرانی برای ما مبارکی نماز جمعه را میته؟ ما برش اگر کس همسایت هم است بهش بگویید بسیار ببخشی و این روز دعوت است، حتی میشه به ایوازی که تو مبارکی بیتی او در دینش تشویق بکنی، همین روز دعوت است، برش میشینی برش میگی که والا همسایه محترم، همسایه گران قدر، دیگه این روزی که شما دارین روزتان برای خودتان هر چیزی که هست، ما به همراه شما همسایه هستیم یا زندگی میکنیم در اینجا، ولی اصل گپ سر از این است که ما مسلمان ها که هستیم عقیده ما عقیده توحید است. ما عقیده داریم که ببینین حتی در روز چی است؟ دعوت است، برش دعوت میتی، برش میگی برای بسیار ببخشید من مسلمان هستم و عقیده ما عقیده توحید است و ما عقیده داریم که خالق ما ذات یگانه هست، ای آسمان ها و زمین و جهان رب العالمین خلق کرده و ما کتاب داریم به نام قرآن. چرا بسیاری که اساس یک نفر از 20 سال همسایه یک نصرانی هست برش یک دعوت دین نداده، برش دوستانه بفهمانه، بگه تو همسایه من هستی، همینجا هستی، باش که من دین خدا برات تو کمک تشریح میکنم، اجازه هست اینه. پس ما میگیم که الله ذات یگانه هست و عیسی مسیح علیه السلام در کتاب ما گفته شده که پیغمبر است و بنده الله هست. اینا شما وقتی که عقیده دارین و میگین که بچه خدا هست و شما روز تولد بچه خدایتان چی میکنین؟ تجلیل میکنین. اینا ما من حیث مسلمان بر تو گفتن نمیتونم که کانگراتولیشن، ما برای تو گفتن نمیتونم که مبارک، ما برای تو اینو گفتن نمیتونم. چرا؟ اگر بگویم در حقیقت من رضایت به چی کردم؟ به می گپ تو را تایید کردم، ما گپ تو را تایید کردن نمیتونم، بنان معذرت مرا بپذیر. اگر مریض بودی من پرسان مریضت آمدم، اگر مشکل داشتی که یک پول کمک کردم، متوجه هستین؟ اگر مثلا کدام ضرورتی داشتی، از من ضرورت داشتی در مسائل عادی یا دکان داشتی، آمدم از دکانت سودا خریدم. اما من متاسفانه در این روز من نمیتونم که عقیده تو را تبریکی بدم و یا عید تو را تبریکی بدم، به خاطر از اینکه الرضا بالکفر کفر، رضایت به کفر چی میشه؟ سبب کفر میشه. از ما خفه نشو. وقتی که ما به نماز جمعه میریم، شما میین در نماز جمعه که ما اشتراک میکنین، میگن نه نمیکنیم. ما میریم به نماز جمعه شما اشتراک نمیکنیم. ما این ریش ماندیم، کدام نصاری آمده مسلمانا گفته که تو مسلمانا ریش ماندی به خاطر همسایه مسیح خفه نشی، یعنی ما هم ریش خودم ماندیم. میگی سعی کو گفته کدام تایش؟ امی که قرآن ما را در نته خانهشان آباد. شما قرآن هم در دادین. شما مثلا یک دفعه یک امریکایی آمده بود گفت ما بسیار متمدن هستیم. ما گفتم شما متمدن به خاطر از این نیستین. ما گفتم متمدن ما هستیم. اینو در افغانستان گفتم برو سعی کو در پیش شاهد شمشیره، اینجا گفتم اینجا مسجد است. در اون مسجدی که مسجد بود روبروی از این مسجد درمسال است، مثل که مسجد در طرف قبلش اینو در پیش شاهد شمشیره، مسجد نبوی میگن. روبروی مسجد سابق جویشیر میگفتن. در مسجد جویشیر بابا کلان ما همونجا خطیبش بود. 30 سال 35 سال همونجا پدر کلان ما بود. همونجا اون دعا میامدن. ما هیچ که تو اون دعا غرض نداشتیم. هیچ غرض نداشتیم. با صبحی اون دو وقتی که می آمدن، حالا اون دو هم ضعیف شدن. سابق که بود یک گلاسک شیر می آوردن، گردمو کله بگوان خود دور میدادن، بازمو شیر میگرفتن، در بین جوی منداختن. این در جوی که منداختن، بازی جوی از اونجا از پیش از اون منطقه شاید شمشیر حرکت میکرد، اما تو می آمدن می پاک زرنگار این کلی دیگه تا این قسمتایی که جوی میمیدی سفید میزد، باز مردم میرن میفتن جوی شیر. چرا این قدر سفید میده از اونجا؟ مثلا 100 نفر پیش بگوان به یک گلاس شیر پارت خو کل همین جوی سفید میزد. تا 8 9 بجه سیل میکنه که همین جوی ما تو سفید روان سیر جوی شیر میفتن. این حالا پدر کلانای ما که بودن گفتیم اینا ما تعامل نه بتشان شکستاندیم نه داخل درمسال شدیم. شما چه قسم متمدن هستین که مسجدهای ما را در عراق شما بمبارد کردین، مسجدهای ما را در افغانستان شما بمبارد کردین، مسجدهای ما را در سوریه شما بمبارد کردین، 130 140 مسجد تنها در شهر موصل بمبارد کردین، تکه تکه کردین. آیه قرآن شریفایی که در اونجا بود قرآن نبود، آیه احادیث که در اونجا بود و احادیث نبود. در بسیاری در شهرهای دیگه که سوریه و عراق است که شما بمبارد کردین. این جنایت نیست، این تمدن است. این خود تمدن نیست، این کلش جنایت است و شما کارهای بسیار تروریستی کردین و حتی کشیشایتان قرآن شریف میگیره در میته.
چرا در میتن؟ باز یک کسی از آلمان برای ما گفت که برادر محترم شما خفه نشین، کشیشای بیچاره دیگه زور نداره. خب دیگه زور نداره، دلشان تا چی پیدا میشه؟ اونم یک قرآن شریف میبرن پت کده در میتن، بازور در فیسبوک خود میپرتن و تو نرام نیست که آدرس خدا بده که من در کجا هستم، در کدام جای فلانی هستم، فقط هم فیسبوک او رو با یک نام دیگه جور کردن، او رو میپرتن. متوجه هستین؟ ما هفته ما تابال گرنگ کس را درس دادیم، کتاب تورات یهودی‌ها را در ندادیم، مثلا بایبل نصرانی‌ها را در ندادیم. اون دو که ما زندگی میکنن تابال ما هیچ روز نشده برو ازم دروازه‌وانش پرسان کو بگم مسلمان‌ها یا کدام مولای مسلمان آمده کدام گپ چتی شما را گفته یا بگوان شما را پیشتان دو زده یا کتاب شما را در دادن. نه، این اینجا زندگی میکنن نرمال، اون اینجا هستن. امیال از ما کلا گفتم اون دو لوکستر زندگی میکنه. یک روز من مثلا رفتم برای فامیل خود یک 4 خوراک کباب میخواستم بگیرم، خوبم تو کټه کټه رفتم گفتم این سعی کنم چه خوب مرد هستم برای خانم خود در فامیل 4 خوراک کباب میبرم. دیدم یک گوندو آمد گفت یک 20 خوراک کباب چیز. گفتم این سه کس از ما که لوکس هم است، اگه ما 4 خوراک کباب خانه میبریم این 20 خوراک میبرن. پس تمدنی را میگه که ما امروز از اونها نرمال زندگی میکنیم و اون از ما که دکاناشون لوکس است، خانه‌هاشون لوکس است، موتورهای لوکس دارن، کالایشون هم لوکس میگردن و هیچ چیزی ریشایشون هم از ریشای ما کده کلانتر و لوکس است. مسلمانای ما را سعی ریشا را چپ تراش میکنن و اون دو کاست ریشای خودم مانده کسور است. حتی ظاهر خان و داوود خان یا چی کده بودن وقتی که مسلمان به عسکری میرفت ریش رسول الله است بهشان اهمیت نداشت. حالا که میگه ریش رسول الله بود میفکل کنین. مسلمانا ریشای خود کل ریشی که به نام بگوان گذاشته میشد با سکه ها کت ریش بدن. سکه ها رسل میکرد در وقت ظاهر خان و داوود خان متوجه بودن عسکرای از رسل میگه این ریش مسلمان بیچاره که میرفت باید ریش برود کلا کلش هم تو فقط کدو وارو جور کنه. به این اندازه، یعنی به این اندازه حتی امو رهبرای ما به ریش رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام نداشتن که حالا میگن که این صاحب ظاهر شاه بود و داوود شاه بود و نجیب بود و فلانی بود. در حکومت‌های کل از اینا ما دیدیم که به ریش رسول الله صلی الله علیه و سلم ارزش نمیدادن و میفکل کنین، اما به ریش اون دو چی میکرد؟ سکه میگفت ریش تبار. به هر صورت اینی تمدن است که ما اما شما تمدنتان چی است که این کارا میکنید؟ پس اینمی روز در حقیقت روز دعوت است که مسلمان ها چی کنند؟ بر از اونها بفهمانند که اینی عقیده ماست، ما عقیده ماست و ما مطابق عقیده خود ما نمیتونیم بر شما اینمی رو تایید بکنیم. دیگه شما ورا ایدتان است، ما اید ما هست، خانه تان آباد، برین هر کاری را که میکنین شما خودتان میکنین، ولی بهترین فرصت است که مسلمان ها از استفاده کنند. اما کسایی که امروز بسیاری وقتا کلیپایشون صاحب انداخته شده که ما درخت کریسمس حالا خوب رواج داره و ما میخرم و بعضی کسا احتفال میگیرن، از نگاه عقیده بسیار خطرناک است. از نگاه عقیده الرضا بالکفر کفر است و ای که تو برش اونمو وسیله کفری را بر از او میفروشی به این معنا هست که تو به اونم کفریات از او به مو عقیده از او تو چی هستی تایید میکنی و این گپ بسیار خطرناک است. امیدوار هستم کسایی که مسلمانای حقیقی هستند و واقعا بسیاری کسا هستند. من همین روزا یک درس عقیده را دادم، من گفتم متاسفانه تو خاطر شد که در افغانستان یک دفعه ببینی که 90% مردم افغانستان در روز قیامت سعی کنی دستایشان گرفته کل شکت در قطار ابو جهل استاد کردن، مشرک استاد. چرا؟ بسیار شرکیات است که امروز امیال دمی افغانستان روزانه 100 نفر خود تنها فالبینا کافر میسازه. شما برین سیل کنید این مناطقایی که همین کسایی که فالبینی میکنن امی حتی اون دو فالبینی میکنن، شما سعی کنید روزانه 100-200 نفر پیشینه می فالبین شیشته، در حالی که در حدیث شریف ما پیش از درس عقیده خواندیم که اگر دو حدیث است، یک حدیث میگه که اگر کسی پیش یک فالبینه که از غیب گذشته یا غیب آینده خبر میده و ادعای غیب میکنه، کسی پیش از این عراف پیش می کاهن میره به مجرد شیشتن 40 شبانه روز نماز از چی میشه؟ باطل میشه، قبول نمیشه. و اگر بازگپایش تصدیق کرد کافر میشه با آنچه که بر رسول الله صلی الله علیه و نازل شده. امروز شما سعی کنید در شهر کابل روزانه تنها فالبینا روز 200 نفر کافر میسازه. حتی زنکار در یک روز من در قرغه رفتم و اون استاد مسلمیار است، اینمی استادای ثقافت اونجا رفتن در قرغه، اونم زنکا آمده بود بتین دستتان که من فال ببینم یا کت خنده میکردن. من گفتم خنده نکنین، زنکا کافر است، برش بگوین دعوتش کنین. آخر گفتم همشیره جان این که تو میگی قف دست تبت ما فال ببینیم، گفتم تو چی میبینی؟ تو خود های غیب کردی، تو خود کافر شدی. تو کافر شدی، خبر داری که کافر شدی؟ گفتم این کافر میشی، این دعای علم غیب است، غیب بغیر از الله کس دیگر نمیفهمه. باید بر از اون زن بیچاره‌ای که به خاطر درپی کفر میکنه باید برش فامانده شوه. آل بسیاری کسا این مردا و خانم ها رو شما بسیاری رسای کنین. این امیال او روز مازم پیش چیز تیر شدم
از همون چوکو طرف که میریم سرک نو که جور شدن، اما یک دا 20 تا دکان است که سابق نشته بود تعویض نویسی و فالگیری و ترا. بعد از کشته شدن فرخنده این فالبینیا و ترا آل به نام دوای یونانی دکانایشان است. لکن در داخل دکان که از دور که سیل کنیم، همینجا سیل کردم اگه نفهمیم دور قرارم تو سیلش میکنم، از موتور سیل میکنم، من باش که چی گپ است اینجا. خب اگر تو دوای یونانی میفروشی توشکک و بالشتک و ترا چرا ماندی؟ او توشک و بالشش برازی است که باز دیدیم زنکه قرار بازی شیشتن بازی میگه که شویم مرا لط میکنه، شویم سر ما زن میگیره، چطور میکنه؟ باز اینال نمی فالبین برش صدها کفریات میگه و خرموره و فلانی موره و نگه پاره برشان میته و بسیاری وقتها ای از غیب برش خبر میته که همشیره جان در خانه تان یک ماه بعد اینت یک مشکل میه. خب از خانه ما که یک ماه بعد مشکل میه توی دعای علم غیب کرد نکرد و این تصدیق شام میکنه برش 200 پام میته. با اینمی 200 پی که برازی داد تصدیق کرد، اقرار به زبان شد و تصدیق بالقلب، این کافر میشه. آل این غم اون دو خو خلاص شد که آل غم نصرانی‌ها شروع شد که اینالی کسایی که درخت کریسمس بر از اینا میفروشه، کسایی که بر از اینا تبریکی میتن، کسایی که اینا را تشویق میکنن، کسایی که خودشان محفل میگیرن و بسیاری وقتا در این محفل‌ها اشتراک میکنن و اونا در این محفل‌های خود شما وقتی که در کریسمس حداقل انگلیسی میفهمین، همین شعر انگلیسیشو بخوان. وقتی که اونا همین چیز میخوانن، نات میخوانن در کلیسا، اما کتابه که خود میخوانن در موزیرشان به انگلیسی نوشته میکنن که برش میگن که او عیسی مسیح، او بچه خدا، این خون را که این شراب را که توزیع میکنن، مسلمان هم باز میره از اون شراب میخوره، میگه خون عیسی مسیح هست، این گوشت عیسی مسیح هست و کلش کفریات و شرکیات است و متاسفانه میره میکنن و علمای اسلام میگن که الرضا بالکفر کفر. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که از این کفریات خود حفظ بکنیم. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.